سلام به همه. داستان امروزمون از کتاب 1001 شبه. خوشحال میشم تا آخر ویدیو رو ببینید. حسن پسر پادشاه یمن یک روز در بازار یک پری را میبیند که از روی یک اسب سفید پیازک میخرد. او عاشق آن پری میشود و از فروشنده پیازک میپرسد که آن پری کیست و از کجا آمده است. فروشنده میگوید که آن پری از سرزمین چین است و در قلعه‌ای در کوههای قاف زندگی میکند. حسن تصمیم میگیرد که به دنبال آن پری برود و از پدرش اجازه میگیرد که سفر کند. حسن با یک کشتی به سوی چین می رود و در راه با خطرات زیادی روبرو می شود. او با یک مار غول‌پیکر، یک آتش افکن، یک غول آبی و یک جادوگر نبرد می کند و از آنها می گریزد. او به کمک یک پرنده عجیب به نام رخ می رسد که او را راهنمایی می کند. رخ به حسن می گوید که برای رسیدن به قلعه پری باید از یک دریاچه سیاه عبور کند و یک گل سرخ را بچیند. او همچنین به حسن میگوید که باید از کلمه آه خودداری کند، زیرا که اگر این کلمه را بگوید همه چیز از دست خواهد رفت. حسن با شجاعت از دریاچه عبور می کند و گل سرخ را می چیند. او به قلعه پری می رسد و آن پری را می بیند که در خواب است. او نزدیک می شود و آن پری را می بوسد. پری از خواب بیدار می شود و از شادی فریاد می زند. او می گوید که او را از جادوی یک جادوگر بدجنس رها کرده است و از او متشکر است. او می گوید که نامش فلورا است و او را دوست دارد. حسن هم از خوشحالی می لرزد و می خواهد بگوید که او را دوست دارد، اما به غلط کلمه آه را می گوید. در همان لحظه باد شدیدی می وزد و فلورا را از دست حسن می رباید. حسن می بیند که فلورا به سمت آسمان پرواز می کند و از دستش فرار می کند. او ناامید و ناراحت می شود و از خود می پرسد که چرا این کلمه را گفته است. به نظر شما حسن چی کار میکنه؟ دنبال پری میگرده یا به زندگی خودش ادامه میده؟ او تصمیم میگیرد که دوباره به دنبال فلورا برود و از رخ کمک میخواهد. حسن با کمک رخ به سرزمین چین میرود و در جستجوی فلورا میگردد. او میفهمد که فلورا توسط یک جادوگر بدجنس دزدیده شده است و در یک قلعه محصور در یک جزیره دورافتاده نگهداری می شود. حسن تصمیم می گیرد که به آن جزیره برود و فلورا را آزاد کند. او با یک کشتی به آن جزیره می رسد و با دشمنهای جدیدی روبرو می شود. او با یک اژدها، یک سگ سه سر، یک شیر آتشین و یک مار سیاه مبارزه می کند و از آنها پیروز می شود. او به قلعه جادوگر می رسد و با او نبرد می کند. جادوگر از حسن قوی تر است و او را شکست می دهد. او می خواهد حسن را بکشد، اما در همان لحظه فلورا از زندان فرار می کند و به کمک حسن می آید. او یک تیغ جادویی از دست جادوگر می رباید و او را به قتل می رساند. حسن و فلورا از شادی در آغوش هم می افتند و عشق خود را ابراز می کنند. آنها از قلعه فرار می کنند و با کشتی به یمن باز می گردند. پدر حسن از دیدن آنها خوشحال می شود و با ازدواج آنها موافقت می کند. حسن و فلورا با هم ازدواج می کنند و تا ابد خوشبخت زندگی می کنند. اگر از این داستان خوشتون اومد، حتما داستان 3 برادری که با یک گربه پولدار شدن هم ببینید.